سلام دوستان عزیز، امروز دو اصطلاح پرکاربرد دیگر عربی را یاد میگیریم. اگر این اصطلاحات را بلد نباشی عربیت خشک و بی مفهوم است. اولین اصطلاح لفت انتباهی، توجهم را جلب کرد. لفت انتباهی، توجهم را جلب کرد. الامثله مثالها: لفت انتباهی اسلوبه فی الحدیث، شیوه صحبت کردنش توجهم را جلب کرد. اگر بخوام کلمه به کلمه ترجمه کنیم، لفت جلب کرد، انتباهی توجهم را، اسلوبه شیوه و طریقه و روش او، فی الحدیث یعنی در صحبت کردن، در سخن گفتن. لفت انتباهی جمال الطبیعة فی هذه المنطقه، زیبایی طبیعت این منطقه توجهم را جلب کرد. لفت جلب کرد، انتباهی توجهم را، جمال الطبیعت زیبایی طبیعت، فی هذه المنطقه در این منطقه. لفت انتباهی ابتسامتها الجمیلة، لبخند زیبای او توجهم را جلب کرد. لفت جلب کرد، انتباهی توجهم را، ابتسامتها الجمیلة لبخند زیبای او. هل لفت انتباهك هذا التفصیل، آیا این جزئیات توجهت را جلب کرد؟ هل آیا لفت جلب کرد انتباهک توجهت را، هذا التفصیل این جزئیات و این تفصیل. و اگر تا اینجای ویدیو را نگاه کردی ویدیو برایت مفید بود، کانال را سابسکرایب ندارید، همین حالا کانال را سابسکرایب نمایید. یلفت انتباهی هذا الموضوع كل یوم، این موضوع هر روز توجهم را جلب می کند. یلفت جلب می کند، انتباهی توجهم را، هذا الموضوع این موضوع، كل یوم هر روز. لفت انتباهی هذا الخبر، این خبر توجهم را جلب کرد. لفت جلب کرد، انتباهی توجهم را، هذا الخبر این خبر. و حالا نوبت شماست. قبل از اینکه به اصطلاح بعدی برویم همین حالا ویدیو را متوقف کنید و یک جمله با این اصطلاح لفت انتباهی بسازید و در بخش نظرات بنویسید. حالا برویم سراغ اصطلاح دوم که یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در مکالمه عربی است. بفارغ الصبر، بی صبرانه، با بی صبری، مشتاقانه. انتظرک بفارغ الصبر، بی صبرانه منتظرت هستم. انتظرک منتظرت هستم، بفارغ الصبر بی صبرانه. ننتظر العطلة بفارغ الصبر، بی صبرانه منتظر تعطیلات هستیم. ننتظر منتظر هستیم، العطلة تعطیلی را، رخصتی را، بفارغ الصبر بی صبرانه، با بی صبری، مشتاقانه. انتظر لقاءک بفارغ الصبر، بی صبرانه منتظر دیدار تو هستم. انتظر منتظر هستم، لقاءک دیدار تو را، بفارغ الصبر بی صبرانه. ننتظر بداية الدورة بفارغ الصبر، ننتظر بداية الدورة بفارغ الصبر، بی صبرانه منتظر شروع دوباره هستیم. ننتظر منتظر هستیم، بداية الدورة شروع دوره، بفارغ الصبر بی صبرانه. الاطفال ينتظرون العيد بفارغ الصبر، بچه ها بی صبرانه منتظر عید هستند. الاطفال طفلها، بچه ها، ینتظرون منتظر هستند، العید عید را، بفارغ الصبر بی صبرانه. الجمیع ینتظر الخبر السار بفارغ الصبر، همه بی صبرانه منتظر خبری خوش هستند. الجمیع همه، ینتظر منتظر هستند، الخبر السار خبری خوش را، بفارغ الصبر بی صبرانه. و حالا نوبت شماست. با اصطلاح بفارغ الصبر یک جمله بسازید و در کامنت بنویسید. امیدوارم از این درس لذت برده باشید و اگر کدام سوالی دارید حتما در بخش نظرات بپرسید، با کمال میل پاسخ میدهم. تا ویدیوی دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.